بسمه تعالی. موضوع پروژه ما توصیف کنترل تلویزیون هوشمنده. استاد دکتر پوریا خانزادی، درس روش‌های رسمی در مهندسی نرم افزار از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. در ابتدا میخوایم با کنترل تلویزیون هوشمند آشنا بشیم. کنترل تلویزیون هوشمند یک دستگاهه که به ما امکان کنترل کردن تلویزیون رو از راه دور میده. با این وسیله میتونیم بدون استفاده کردن از دکمه‌های فیزیکی روی تلویزیون کارهایی مثل خاموش و روشن کردن، تغییر کانال، تنظیم صدا و دسترسی به سایر تنظیمات رو انجام بدیم. برای اینکه نوع کنترل رو انتخاب کنیم میتونیم حالتهای مختلفی رو در نظر بگیریم. برای مثال کنترل هایی که دارای انواع و اقسام دکمه هستند، کنترل هایی که تعداد کمتری دکمه دارن، کنترل هایی که لمسی هستند و دکمه ای ندارن، کنترل هایی که روی تلفن همراه هستند و انواع مختلف دیگه. در اینجا ما کنترل تلویزیونی رو در نظر میگیریم که شامل دکمه های متفاوت برای هر عمله. کنترل انتخابیمون تصویرش در اینجا قابل مشاهده است. مسیر انجام پروژه ما بدین صورت بوده. گام اول کشیدن نقشه ذهنی. گام دوم فهرست کردن فرایندها و تعیین ورودی و خروجی و تعیین برچسب فرایندها. گام سوم توصیف فرایندها به زبان طبیعی. گام چهارم شرح فرایندها در اسپین پروملا و گام پنجم و نهایی شرح فرایندها با استفاده از زبان نو SMB. همونطور که گفتیم نخستین گام در اجرای پروژه رسم مایندمپ یا همون نقشه ذهنیه. ما برای ایجاد مایندمپمون از نرم افزار فری مایند استفاده کردیم و مراحل زیر رو به ترتیب انجام دادیم. در ابتدا یک شاخه اصلی به عنوان کنترل تلویزیون هوشمند ایجاد کردیم. بعد از اون برای هر عملیات یک زیر شاخه ایجاد کردیم. به عنوان مثال شاخه هایی مثل دکمه های فیزیکی، عملکردی، معایب و مشکلات، مزایا و غیره. بعد از اون برای هر زیر شاخه جزئیات و اقدامات مربوطه رو اضافه کردیم. به عنوان نمونه توی زیر شاخه دکمه های فیزیکی گزینه هایی مثل دکمه خاموش و روشن کردن، دکمه های کنترل صدا و دکمه تنظیم کانال رو اضافه کردیم. سپس ارتباطات بین زیر شاخه ها رو برقرار کردیم و در نهایت به مرور زمان جزئیات دیگه‌ای مثل روشنایی و ورود به حالت پخش کننده چند رسانه‌ای رو به مایندمپ خودمون اضافه کردیم. زیر شاخه‌های کنترل تلویزیون هوشمند میتونه شامل عملیات و امکانات مختلفی باشه که کاربر از طریق ریموت کنترل میتونه انجام بده. ما برای بیان آسان‌تر و بهتر فقط فرآیندهای اساسی و مهمتر رو در نظر میگیریم. در گام دوم ما فرآیندهای مربوط به کنترل رو به همراه ورودی و خروجیشون مشخص کردیم و به هر کدوم برچسبی رو اختصاص دادیم که مشخص کنه اون فرآیند اولیه هستش یا ثانویه و نتایج رو توی جدولی قرار دادیم. فرآیند اولیه به فرآیندی گفته میشه که اگر اون رو حذف کنیم عنوان اصلی که توی اینجا کنترل تلویزیون هوشمنده معنا و مفهوم واقعی خودش رو از دست میده. اما فرآیند ثانویه به فرآیندی گفته میشه که در صورت حذف لطمه‌ای به عنوان اصلی وارد نشه. فرآیندهای اولیه ما توی این پروژه روشن و خاموش کردن تلویزیون با دکمه آن و آف، تغییر میزان صدا و تعویض کاناله. برای فرآیند روشن شدن صفحه تلویزیون با زدن دکمه آن و آف، ورودی دکمه روشن کردن و خروجی نمایش برند تلویزیونه. برای فرآیند تغییر میزان صدا، ورودی دکمه کنترل صدا و خروجی نمایش میزان صدا روی صفحه نمایشه. فرآیند تغییر وضعیت صدا، ورودیش دکمه بی صدا و خروجیش نمایش علامت بی صداه که این فرآیند ما ثانویه هستش. فرآیند بعدی تعویض کاناله که ورودیش دکمه تعویض کانال
و خروجیش نمایش شبکه مورد نظره که همونطور که گفتیم فرایند اولیه هستش. برای فرایند تعویض کانال با استفاده از دکمه اعداد، ورودی ما دکمه اعداد و خروجیمون نمایش شبکه مورد نظره و این فرایند ثانویه هستش. برای ورودی دکمه های رنگی فرایند بسته به صفحه نمایشی که در حال پخشه میتونه متنوع باشه، خروجی هم همینطور. این فرایند هم ثانویه هستش. برای فرایند شروع ضبط صفحه، ورودی دکمه ضبط و خروجی نمایش صفحه ضبط شده است و این فرایند هم ثانویه هستش. برای فرایند انتقال صدا و تصویر، ورودی ما کابل HDMI و خروجیمون نمایش تصاویر سیستم مورد نظره و این فرایند هم ثانویه هستش. برای فرایند خاموش کردن تلویزیون با دکمه آن و آف، ورودی ما دکمه خاموش کردن و خروجیمون نمایش صفحه مشکیه و این فرایند اولیه هستش. برای فرایند رفتن به صفحه اصلی، ورودی دکمه خانه و خروجی نمایش صفحه اصلی روی صفحه نمایشه و این فرایند ثانویه هستش. برای فرایند اتصال به اینترنت، ورودی ما شبکه هست و خروجی نمایش صفحه متصل شدن. فرایندمون هم ثانویه هستش. در مرحله سوم فرایندهامون رو به زبان طبیعی توصیف کردیم. فرایند روشن شدن صفحه تلویزیون با زدن دکمه آن و آف شامل فشردن دکمه روشن، نمایش برند تلویزیون و سپس نمایش صفحه اصلیه. فرایند تغییر میزان صدا شامل فشردن دکمه کاهش یا افزایش صدا و سپس تغییر میزان صدا. فرایند بی صدا کردن تلویزیون شامل فشردن دکمه بی صدا و سپس تغییر وضعیت صدا به بی صدا و یا صدا داره. فرایند تعویض کانال شامل فشردن دکمه بالا یا پایین و بعد از اون تعویض کاناله. فرایند تعویض کانال با استفاده از دکمه اعداد شامل فشردن عدد مورد نظر، انتخاب دکمه اوکی و بعد از اون تعویض کاناله. فرایند ضبط صفحه شامل فشردن دکمه ضبط و شروع ضبط میشه. فرایند انتقال صدا و تصویر شامل اتصال کابل به پورت مربوطه، تایید اتصال و انتقال صدا و تصویره. فرایند نمایش محتویات USB شامل اتصال USB به پورت، انتخاب USB، انتخاب فایل مورد نظر و در نهایت نمایش محتویات. فرایند خاموش کردن تلویزیون شامل فشردن دکمه خاموش و بعد از اون خاموش شدن صفحه نمایشه. فرایند اتصال به اینترنت شامل انتخاب آیکون تنظیمات، انتخاب نتورک، ورود به نتورک و انتخاب وایفای مورد نظر، وارد کردن رمز، فشردن تایید و در نهایت اتصال به اینترنت. فرایند انتخاب زبان شامل انتخاب آیکون تنظیمات، انتخاب زبان مورد نظر، انتخاب نوع زبان مورد نظر، تایید و تغییر زبانه. فرایند اتصال به بلوتوث هم شامل انتخاب آیکون تنظیمات، انتخاب بلوتوث، انتخاب دستگاه مورد نظر، تایید اتصال و بعد از اون اتصال به بلوتوثه. ما در گام بعدی فرایندهای اولیه‌مون رو با استفاده از اسپین پروملا شرح دادیم. نخستین فرایندی که توصیفش کردیم تغییر کانال با استفاده از دکمه STH که کد اون رو مشاهده می‌کنید. تحلیل این کد به این صورته که این کد میتونه با فشار دادن دکمه های CH پلاس و CH ماینس کانال رو تغییر بده. توی این کد کارنت چنل کانال فعلی رو نگه میداره. تا به CH پلاس برای افزایش کانال به کار میره. اگر کانال فعلی ما کمتر از کانال آخر باشه کانال رو 1 واحد افزایش میده. و اگر کانال فعلی کانال آخر باشه کانال رو به کانال اول یعنی 0 برمیگردونه. در نهایت مقدار کانال فعلی چاپ میشه. تا به CH- برای کاهش کانال فعلی به کار میره. اگر کانالمون بزرگتر از 0 باشه اون رو 1 واحد کاهش میده. و اگر کانالمون کانال اول باشه اون رو به کانال آخر برمیگردونه. در نهایت مقدار کانال فعلی رو چاپ میکنه. پروسس تیوی به طور بی پایان این دو عمل رو اجرا میکنه. فرآیند بعدی خاموش و روشن کردن تلویزیونه. این کد شبیه سازی ساده ای از روشن و خاموش کردن تلویزیون با استفاده از یک کنترل رو انجام میده. M-Type نوع داده‌ای جدیدی با مقادیر آن و آف تعریف میکنه که نشون دهنده وضعیت تلویزیون هستن.
استیت وضعیت کنونی تلویزیون رو نگه می‌داره و مقدار اولیه اون آفه. فرآیند تیوی وضعیت تلویزیون رو کنترل کرده و تغییرات رو گزارش میده. فرآیند کنترلر دستورات لازم برای تغییر وضعیت تلویزیون رو ارسال میکنه. هر دوی این فرآیندها توی حلقه‌های بی‌پایان فعالیت میکنن و وضعیت تلویزیون رو به طور متناوب تغییر میدن. فرآیند بعدی تغییر صدای. این کد یک شبیه سازی از روشن و خاموش کردن تلویزیون و تغییر صدا با استفاده از یک کنترل رو انجام میده. M تایپ نوع داده‌ای جدیدی با مقادیر آن، آف، اینکریز یا دیکریز تعریف میکنه که نشون دهنده وضعیت تلویزیون و دستورات مربوط به تغییر صدا هستند. استیت وضعیت کنونی تلویزیون رو نگه میداره که مقدار اولیه اون آف فرض میشه. ولوم سطح کنونی صدا رو نگه میداره و مقدار اولیه اون 0 در نظر گرفته شده. فرآیند تیوی وضعیت تلویزیون و تغییرات صدا رو کنترل کرده و گزارش میکنه. اگر استیت ما برابر آف باشه یعنی تلویزیونمون خاموشه، بنابراین پیامی چاپ میشه که تلویزیون خاموشه و تنها عمل ممکن روشن کردن اونه. اگر استیتمون برابر آن باشه یعنی اینکه تلویزیون روشنه، بنابراین پیامی چاپ میشه که تلویزیون روشنه و حالا عملیات‌های ممکن میتونه خاموش کردن تلویزیون، افزایش دادن صدا و یا کاهش اون باشه. فرآیند کنترلر توی این کد دستورات لازم برای تغییر وضعیت و صدای تلویزیون رو ارسال میکنه. هر دوی این فرآیندها توی حلقه‌های بی‌پایان فعالیت میکنن و وضعیت تلویزیون و سطح صدا رو به صورت متناوب تغییر میدن. در گام آخر یعنی گام پنجم ما فرآیندهای اولیه‌مون رو با استفاده از زبان NoSMV شرح دادیم. اولین فرآیند مربوط به تغییر کاناله که کدش رو با هم تحلیل میکنیم. این کد به زبان NoSMV شبیه سازی ساده‌ای از تغییر کانال تلویزیون با استفاده از دکمه‌های CH+ و CH- رو انجام میده. توی این شبیه سازی ما فرض کردیم که تلویزیونمون دارای 100 تا کاناله که از 0 تا 99. با فشار دادن CH+ کانال به بالا تغییر میکنه مگر اینکه توی کانال 99 باشه. با فشار دادن CH- کانال به پایین تغییر میکنه مگر اینکه توی کانال 0 باشه. اگر که هر دو تا دکمه ما به صورت همزمان فشار داده بشن کانال تغییری نمیکنه. ویژگی‌هایی که توی این کد تعریف شدن به ما این اطمینان رو میدن که کانالمون همواره توی بازه معتبر 0 تا 99 باقی میمونه. فرآیند بعدی فرآیند تغییر صدا هستش. این کد به زبان NoSMV شبیه سازی ساده‌ای از تغییر وضعیت صدای تلویزیون با استفاده از دستورات افزایش و کاهش صدا رو انجام میده. توی این شبیه سازی ولوم یک متغیر از نوع مجموعه‌ایه که 2 تا مقدار لو و های رو نگهداری میکنه و نشون دهنده حالت صدای تلویزیونه. متغیر ریموت یک متغیر از نوع مجموعه‌ایه با 2 مقدار اینکریز و دیکریز که نشون دهنده دستورات کنترل صداه. صدای تلویزیون ما میتونه توی 2 تا حالت لو و های باشه. دستورات کنترل صدا هم میتونن اینکریز یا دیکریز باشن. توی حالت اولیه فرض میکنیم که صدای تلویزیون کم یا لوه و دستور کنترل صدا افزایش یا اینکریزه. اگر دستور اینکریز فعال باشه و صدا لو باشه صدا به های تغییر میکنه و برعکس اگر دستور دیکریز فعال باشه و صدا های باشه صدا به لو تغییر میکنه. ویژگی‌هایی که توی این کد تعریف شدن به ما این اطمینان رو میدن که صدا به صورت متناوب بین لو و های یعنی کم و زیاد تغییر میکنه. آخرین فرآیند روشن و خاموش کردن تلویزیونه که تحلیل کدش به این صورته. این کد به زبان NoSMV شبیه سازی روشن و خاموش کردن تلویزیون رو با استفاده از یک دکمه فشاری انجام میده. توی این کد ما استیت نشان دهنده وضعیت تلویزیونه که میتونه آف یا آن باشه.
پی بی پرس ورودی به ماژوله که نشون دهنده وضعیت دکمه است که بولیانه و میتونه ترو یعنی فشرده شده یا فالس یعنی رها شده باشه. وضعیت تلویزیون با فشار دادن یا رها کردن این دکمه تغییر میکنه. ویژگی هایی که توی این کد ما تعریف شدن باعث میشه ما اطمینان حاصل کنیم که تلویزیون تنها در صورت فشرده بودن این دکمه روشن میشه و در صورت رها کردن اون دکمه تلویزیون خاموش میشه. لینک گیتابی که اینجا قرار داده شده کدها رو نمایش میده و لینک فیلم ها هم قرار میگیره. اعضای گروه: ملیکا صالح پارسا، پانیز مزرعه فراهانی، الناز بهمنی آشتیانی. خیلی ممنون از توجه شما.